درود. اگه فریزر یا یخچالتون 5 دقیقه کار میکنه و بعد خاموش میشه، بهتون گفتن که کمپرسور سوخته. قبل از تعویض کمپرسور و تقبل هر هزینه این ویدیو رو حتما ببینید. قبل از من یه تعمیرکار دیگه دستگاه رو بررسی کرده بود و برد رو برده بود پیش بردساز و بردساز گفته بود که این برد سالمه و در نهایت تعمیرکار به مشتری گفته بود که کمپرسور سوخته. دستگاه به من معرفی شد. تصمیم گرفتم خودم از صفر بررسی کنم. اول کمپرسور رو تست کردم. رله، آورلود، خود موتور، مشخص شد کمپرسور سالمه. روی برد بررسی دقیق انجام دادم. ایراز از این قسمت هایی که مشخص کردم، خازن تغذیه و رله فرمان کمپرسور رو تعویض کردم. کار میدادن 2 دقیقه 3 دقیقه کار میدادن، دوباره قطع میشدن. پلاتیناشون حالا این هم ولتاژ خود 2200 میکروفارادش اوکی بود. ولتاژ کاری رو کمتر از 25، الان این 2200 میکروفاراد 25 ولت دی سی، 25 ولتش یعنی ولتاژ کاریش ایراد داشت زمانی که می اومد زیر برد. 5 دقیقه کار میکرد، دوباره قطع میشد کمپرسور. الان 1 ساعت 20 دقیقه این کمپرسور من. اینا که تعویض کردم، الان من به جای کمپرسور از یک چراغ استفاده کردم. این ورودی منه، به برق ورودی کردم و اینا که تعویض کردم کمپرسور رو زدم. 1 ساعت 20 دقیقه کمپرسور من داره کار میکنه و این روشن، این کمپرسور من، این چراغ روشنه، عملکرد کاملا نرمالی. نتیجه این که برد سالمه، وقتی میگن برد سالمه باز هم بررسی دقیق بکنید دوستان، خیلی مهمه. بعضی وقتا یک دسته الکترونیکی، حالا خازن باشه، رله باشه، اینا به مدت 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه کار میکنن، بعد دوباره پلاتین میچسبه، دوباره رد میکنه. حالا یا اینکه به قول خودمون شاید لحیم سرد داشته باشه. حالا یه قسمت هم لحیم سرد داشته، چون خیلی مهم نبوده اونو نگفتم. لحیم سردم که تست میکنن با تست بیزر، میتونه اونا رو بررسی بکنید. اگه سوال دارید کامنت بذارید. برای دیدن ویدیوها و تحمیرهای واقعی کانال رو سابسکرایب کنید لطفاً. ممنون از همراهیتون.